کنار هم داشته باشیم. شهری شیشه بازی، خب شیشه مافیا، شیشه که خودش شل کرد. شل کنید مافیا، شل کنید. جلو من دووم نمیارید مافیاها. بده شیشو میزنم از این برم، دلم نمیاد به رضا بزنم. فعلا ببینم دیالوگش چیه. سرباز که حتما میزن. سلام عرض ادب خدمت دوستان و بکار عزیز، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. خب یک برندش بمونه واسه فردا. سه بازی رو میزنم، 4 بازی رو میزنم، یه دونه میزنم به 9 بازی. بچرخ. صحبت های بازیکن بعد. سلام دوستان همگی، ارادت. 4 بازی رو میزنم، دوبارم تارگت بک میکنم، اونورم 8 بازی رو میزنم. بچرخ. بازیکن شماره 4 صحبت میکنه. عرض ادب و احترام خدمت 1 تا 10 دو تا گاد عزیز و بیننده های عزیز لایو. زاک معدت خیلی بزرگ شده. معدت جا نمیشم که بخوای منو بخوری تارگتم میزنی. آبزی زور کارتت مافیایی، گوشی رو بده دست مجتبا، ما مجتبا رو بخوریم. 1 3 7 بازی رو میزنم. پوریا باید بازیکن شماره 5. نفره بعد. تارگت تو بزن، ما نوار خالی نباش پر کنی. گرفتی؟ یک بازی تارگت زدی فکر کنم، درسته؟ ما تصمیم گرفتم هر کی یه چک بهم بزنه یه چک رو بهش بزنم. اگه شهروند باشه کنار میکشه. بازیکن شماره 8. سلام بچه ها، ارادت. کاور دلی میکنم. 4 بازی، 7 بازی، 9 بازی رو میزنم. 1 بازی میزنم، 6 بازی با 50 هم خندید، 50 هم میزنم. هرچند چه 2 مافیاست. و عرض ادب احترام خدمت بینندگان عزیز، تمام لورای ایران. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. سلام و ارادت خدمت همه دوستان. 1 تا 10 دو تا گاد محترم، ما کلا ارادت داریم خدمت همتون. 2 خوب مافیاست، منم قبول دارم 8 بازی، چون کاورم کردی منم کاورت میکنم. نمیدونم چرا، کاور دلی خودم. ارادت داریم خدمت. فعلا 2 رو بچسبید، فکت میخواید فردا چون زمان نیست. صحبت های بازیکن بعد. الان یعنی کسی دیگه هم ما رو میبینه؟ لایو چیه جریانش؟ ازا دکمون ببندم به. سلام خوبین؟ چاکریم. 5 مافیاتونه 7 و 9 هم در میاد. آره 8 خوشم نیومده دیالوگات سفید کردنه، چون 7 و 9 رو من مشکل. گوشی رو بده دست مجتبا، ذهنت ایزی تاریت داره خلق میکنه. دیواری کوتاه‌تر از ضحاک و 2 بازی ندیدی. سایدم با تو قفله. امروز تو میری بیرون، فردا بازپرس بازی منو با هر کی دوست داشت میاره بالا. خوندی شهروند بازپرس، کل رعیا میکشن زیر سیت 4 بازی. میگیری چی بهت میگم؟ گفتم معدت جای منو نداره. تارگت 4 بازی چی شد ضحاک؟ تارگت 4 بازی چی شد؟ 1 بازی من سایدم باهاش قفله، تارگت داره خلق میکنه. 2 بازی و 3 بازی. من دیروز زدم 1 3 7 بازی، ولی امروز فقط سایدم با تو قفله. آبزی زوره میایم بالا، خوب تو خروجی میشی. فردا بازپرس بازی منو با هر کی دوست داشت میاره بالا. خوندی شهروند درجا خروج. مرسی. نفر بعد. ذهنیتت با اون ضحاک چیه دیگه، اونو قرمزش نکن دیگه. هم نزن دورت بگردم.
آره دیگه نکن دیگه. وقتی ذهنیتت خب تو مافیا یکه، خب اینم مافیاش یکه دیگه هم نمیاد که اینجا یار بفروشه که. یکه بازی تو میگی شیشه قطعی مافیای دکه، بعد میگی که مهندس ایگنورت کردم. یعنی چی ایگنورت کردم؟ مهندس باهاش چشم باز کردی؟ اگه چشم باز کردی بلند شو بفروش. یعنی چی تو قطعی مافیای دکه بعد ایگنورش کردم؟ برای چی باید ایگنورش کنی؟ قطعی مافیای دکه مگه ایگنور میکنم؟ من فکر کنم مهندس کاش راهنماییت نمی‌کردم. آره یعنی چی ایگنورت کردم؟ بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. سه بازی حقیقتا چیز سختی ازت نه، ولی اشتباه میکنی اینه که 1 و 2 هر دو باکس نمیشن. اینجا یکیشون میشه مافیا آقای شماره 3، چون 1 تارگت ها رو فراموش کرد، 2 رو زد و 2 هم به 1 رو زد. خب اینجا نمیشه یه دونه مافیا، نه باکس یا فروشی. اینجوری اتفاق نمیفته. داداش تارگت هایی زدی نمیدونم احساس کردی مافیا داخلشون روز اول یا نه اصلا من احساس کردم سفیدا رو زدی. من شما رو مشکوک دارم و شما رو مشکوک دارم. این 2 نفر مشکوکم. و اگر 2 بازی حقیقتا گفتم اگر تارگت خوب بزنی ازت میاد، چون تارگتات هم بازیکن شماره 6 ببین احمد عظیمی خودت یه رو بس صندایی دانش آره من با یکش اشتباه کردم شوملدم. آره چی میگی اصلا؟ این 8 رو هیچ کدومتون نمیبینید شوملقا 8 روزه بابا بشه سرگه دیستنگو نشون نده. اصلا من درست حسابی نیست احمد عظیمی. 8 شوملق مافیاه برو شده میگه 6 یک بازی گفتی با هم دیگه مافیا. واسه لحظه پنجره رو ببند. بعد امروز فروشم میگه دوی گردن من بره بیرون. محسا شهری لایک تو ببینم. ببین دروغ نمیگی محسا شهری. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. یقی میزنی مهندس بابا، یه برد ارزششو نداره گلو اذیت میشی. احمد عظیمی 1 مافیاست 5 بازی با 1 میای تو بازپرسی، 1 و 5 میان بازپرسی، یا 1 و 5 یا 1 و 2. چون 1 2 رو زد 9 بازی 2 1 رو نزد، بلند شد بهش گفت شهرم زور شهرم. 1 و 2 بینشون ساد هست، یا 1 و 2 بیان بازپرسی یا 1 و 5. امروز هم اجماعی نداریم. ما امروز روز بازپرسی حرف میزنیم تصمیم برای بازپرسه گرفته بشه. یهو دیدی بازپرسه رو دادیم بیرون. بازیکن شماره 7 ادب به خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم لذت ببرید اندازه کافی از بازی ما. خوشحال میشم بازی بعدی ما هم نگاه کنین. ممنون میشم تو رو امام حسین بشین نگاه کنین بازی نگاه کنین. این 2 بلند شده گفته چه؟ گفته من قطعی شهروندم، اخطار به 1 داده. دیروز بازی هر جفتشون هم دیگه زدن تو بازی، درسته؟ 1 هم ایگنورش کرده تو بازی. پس من به نظر من چون 2 تارگتی نداشت تو بازی، 2 میتونه مشکوک‌تر باشه تو روند بازی. الکی هم کسی سفید نکنه. رضا صفایی دیسلایک نده. دیسلایک بدی با هم برآینده نشی اجماع میگیرم میدمت بیرون، چون ذهن من خراب میکنی تو روند بازی. خانم شیشه بازی امروز بازی بازیکن شماره 8 بینندگان عزیز ببخشید چه هفته چالش نداد، منم بهش چالش نمیدم، هرچند دوستش دارم. من به 2 گفتم 2 چالش میدی وصیت کن، فقط 8 نشست یه ترسید یه لاک دیسلایک تا نمیتونه بده. میگه من چه کار کنم الان؟ ولی جالبش چیه؟ جالبت همه پا میشن 1 2 رو میزنن، بعد همه میگن یه چه تو بازپرسی، یه چه ازما، یه چه فلان، یه چی نمیگی. این 8 2 رو گردن گرفت. ده بازی آقا گردن آدم میگیره، هر چی هم باشه فردا خودش میره بیرون. نمیخوام فرار کنین که الان من اینو گردن میگیرم، نخون مافیا فردا منو میدیم بیرون. درسته؟ یه روز موزی بازی میخوام، کاری به این شیشه نداشته، نصر تو ساید سیاه شیشه بازی هم. امروز فقط خروجی خانم. مرسی. نفر بعد تزا بشین جون جده. چرا کاری نداشته باشه؟ چی شد؟ شیشه بازی 1 مافیاست، بعد از اون
یاد سر 8 شهره. ببین من شب شات میشم 3 4 8 9 قطعی شهرن. اون 10 هنوز نیومده تو تیم آف شهروندی. 1 و 6 قطعی مافیان. با 1 و 6 قطعی مافیان. یه دونم بین 2 7 10. اون شهرونده بیاد اینور. اون شهرونده اون 2 تا شهره بیاد اینور. 1 و 6 قطعی مافیان. تو دیروز یک رو تک داری امروز بلند یه لپ میکشی بعد 8 رو خلق میکنی مهندسه. نمیگی یه دونه عظیمی نشسته این تبر. یندم ریخت. بذار بدم بکش بدم این دوستم دوه بگیره، چون من دوست دارم الکی تارگت موف بهش نزنم. نشسته چی بگم بزن به این 3 چون برندشو دوست دارم. بذار صبر کن دوستم دستم گیر مایک بده. بازیکن شماره 3. الو بیا پایین. 1 و 2 رو با هم باکس میکنم. روز بلان روز ناآگاهی بیشترین تارگت 2 خورده، درسته؟ سردست مولا که میشه سر موج شهروندی یه تارگت خرج اون 2 میکنه با 3 میکنش تو باکس، درسته؟ در صورتی که دیروز 4 رو تارگت داشته. خب اینجا من میگیرم که یک بازی با دست اون 4 3 رو بخوره نه 2 رو، درسته؟ ولی اینجا 2 میتونه آدز شهروندی داشته باشه، ولی چون بلند شد یه اخکار داد به اون یکی اصلا کارو خراب کرد. الان میخوای به چالش 2 بازی ها دست در نکن زحمت میکشین ها بدین الباقی چالش نداد دیگه نرسیده 2 90 به بالا مافیاتونه. حتما یه بازپرسی باشه، حتما یه پای بازپرسی باشه. اون یکی بین 1 و 6. گوش کن دیگه آقای عظیمی ازت یکم عقب میکشم بشی سر جا دیگه، هرچی بهت میگم دیگه گوش کن دیگه. 2 یه پا بازپرسی باشه. الان ببین بلند شو ببین چی میگه، فقط هیچی نداره بگه چون نوع گفت چالش نگرفتی الان گرفت. الان بلند شو ببین چی میگه، فقط گوش کن تو، فقط ببین چقدر نوار خالی میگه. 2 یه پا بازپرسی، اون یکی از 1 و 6 یکی دیگه رو بیاره بالا. بازیکن شماره 2. دیوار کوتاه‌تر از 2 پیدا نکردی یا تارگت نمیتونیم پیدا کنیم واسه خودتون. 8 بازی بلند شده داره به فکت بازی قبلی میگه 2 مافیاست. بابا چقدر خوبی. 9 بازی بلند میشه یه تارگت رو درست حسابی بزن. 9 بازی رو چون تارگت کردم الان دنبال تارگت رو درست حسابی میگرده. 8 بازی 5 بازی تو دیسلایک نشون نده ها. دیسلایک نه. 8 بازی گردن گرفتی منو. باش تا منو گردن بگه منم تو رو گردن. امروز فقط 2 8 بازی میام بالا. آره بخنده بازی 2 8 بازی امروز میام بالا. میریم برای رای گیری. نفر بعد. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد.
بازیکنان شماره 1 و 2 میرن برای دفاعیه. بازیکن شماره 2. من میدونین کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، ولی کسی که خودش رو زده به خواب رو نمیشه. این 8 و 9 بازی پا شدن یه 2 بازی رو خلق دارن باهاشون 2 بازی رو میزنن. آخی چقدر خوبین. 8 بازی پاشو فقط یه فکت بیار که من مافیام. فقط پاشو فکتشو بیار. با فکت بازی قبلی میزنه 2 بازی شهر دستش میمونه تو جیبش. زمان رأی گیری دوستان، آماده باشید. نفر بعد. بازیکن شماره 1 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. که حسابم خراب شد از دست اینترنت، ولی رد خونم میشه 3 بازی فقط 4 بازی. الان استعلام میگیرید فقط 4 میاد دایه بازپرسی میشه. 4 بازی 3 بازی همدیگر رو فقط اینا دوتا مطمئن باش بازپرس 2 تا شب میشه. تیم مافیا بیدار. دفاع فاتح خود بخوام. نگاه کن 3 میره. خب این 2 فکر کنم بازپرس باشه. این 2 فکر کنم بازپرس، ولی فعلا ولی 2 بازپرس ناتویی بکن. 2 رو با نقش بازپرس ناتویی بکن. منم اسم میکنم بازپرس، نمیدونم. ولش کن. نمیخواد بذار میره. ولش میخواد. تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان از حالا شروع میشه. روز میشه. درخواست برای استعلام وضعیت. بازپرس 2 نفر را برای بازپرسی انتخاب کرده. آماده بازجویی باشید. شماره های 8 و 3 در دفاعی حاضر میشن. وای بازپرس تارجت کردم، اشتباه تارجت. ببین 4 قطعی مافیا، 7 قطعی مافیا. اگه اون 2 شهر باشه و من اشتباه بازی کرده باشم قطعا 6 هم میخونه مافیا. پس 6 اصلا تو مسیری نداشته که بخوای رای 5 بدی به یک بازی شهروند. یه رای زیر 2 کشیده. 2 بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. بازپرس که من آورده بالا قطعی شهروندم. 8 بازی نمیدونم سفید یا نه، ولی الان دیگه موظفم به تو هم بزنم. درسته؟ 6 بازی از 2 نفر کلی گرفتیم. 1 و 2 بازی 6 قطعی مافیاست. بدون فکت بلند شدیم و 8 رو زدیم. همش با کونس خالی. آره میدونستی صحبت های نفر بعد. 6 موظفی به من بزنی. ببین رای تو فقط زیر 3 بازی باشه. من دارم فکت 6 رو میارم، تو به من میزنی 6م، تو باید بری بیرون. رد خونه اون یک شهروندی. من به یک شهروند رای ندادم، تو 4 جفتت رای دادی.
50 چند نفر رو شهروند کرده شهرونده، پس یه مافیا توشون شهروند کرده که کشته نشده، 50 هم شهرونده. رای بدید سه بازی بره بیرون. مرسی. نفر بعد. خب ببین دلیلی نداره الان داخل بازپرسی منم میتونم به یارم بزنم، منم میتونم یار فروشی کنم، اصلا این دلیل نیست، این فکت نیست. میخوای ملغا کنه با هم بکشیم زیر 6-8 بازی ملغا کنه؟ من که قطعی شهروندم، ساده تا رو نمیدونم چون کشیده با بازجویی با نظر بازپرس به رأی گیری گذاشته می شود و شما حتما می بایست به یکی از بازیکنان رأی داده و قادر به رأی دادن به هر دو نفر نیستید. همه بازیکنان در رأی گیری شرکت نکردند. آرای اخذ شده با نظر بازپرس به یک بازیکن اضافه می گردد و همچنین امتیاز منفی برای بازیکنانی که رأی ندادند ثبت شد. با اکثریت آرا شماره 8 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. بازیکن شماره 4 با تحقیقات محقق از بازی خارج شد. حالا دید منم محقق سوال را، ولی بین 2 و 6 یه بازپرس تبر هست. باید اون ده چی گفت، اگه 2 بازپرس 10 مافیا، اگه 6 بازپرس 2 مافیا که من رأی شهروندی دادم، بین 2 و 6 یه چیز در میاد. رأی بده سه بازی بره بیرون دیگه. بازیکن شماره 8 عضو تیم شهر بود و از بازی خارج شد. همه بازیکنان دارد تون نداشت. نگاه کن من خودم تو روز دیروز بازی گفتم 6 بازی من به تارک زدم هیچ کاری به من نداشتی. تو معرض اتهام رفتم به 4 گیر دادم، گفتم ما 4 بازی دیسلایک نده سر یک، من یک کار میتونم شهروند داشته باشم تو روند بازی، ولی رأی کشیدم زیرش. تعامل خواستین با کار شهروندی که گناه که نکردم، اومدم با آدم تعامل کردم سر یک، گفتین بره بیرون. همه رأی کشیدن زیرش، من نبودم. 6 رأی کشیده، 8 رأی کشیده، 9 رأی کشیده، 3 رأی کشیده. رد خون گذاشته رو 4 بازی رو 3 بازی. درسته 4 مافیا. من اگه خوب بوده رأی کشیدم زیر 8 یه دونه مافیا با خودش برد. تو چه کار کردی؟ اومده رأی زیر 3 شهروند. آره داداش، آره اینجا فکس سازی نکن. دیدی یه رأی که بازیکن شماره 6 ده بازی هفته بره لایک تو ببینم. خب 7 و 9 بیام بالا، من شهرم. ای تو ببین رضا یه فوش یادم دادی، همون فوش بهت میدم. خیلی آدمی کثافتیه. ولی ببین من باز مهسا رو مافیا 2 رو مافیا ندارم. 7 و 9 بیام بالا. 9 2 ترن کلا هیچ صحبتی نداره تو بازی. 7 هم که الان پا شده اینجوری میکنه. پاشید 2 تایی بیاید با. سپاسگزارم. نفر بعد. دیسکانه اینترنت ما خرابه، یعنی نگاه کنم یه حرف رو جرئت نمی‌کردی بزنی. یه اکسترا بهم بده. ببخشید این اینترنت ما خرابه، بذار اینو روشن. چه کسانی به من رأی دادن خانوم؟ همین 4، همین 2، همین 6. به این 2 گفتم بشین سر جات خانوم، اگه شهری تارگتاتو بگو، من نمیزنم. بازم کشیدی زیر من 2 بازی. مطمئن به این شما 6 بازپرس باشه؟ نه بابا، 6 کجا باز زیر 1 کشید، زیر 2 کشید، زیر 9 کشید، مگه میشه ایشون بازپرس باشه؟ ایشون مافیا قطع بازی. نه به 8 رأی دادم نه به 3. چون بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. چیزی که سهرم برای ما شهر کردی، من جای تو بودم میگفتم یه مافیا اومده بالا، چرا به اون رای نه؟
مرسی که سهرم شهر کردی، کار رو راحت تر کردی. اون یکی بین 2 و 6 هست. 2 رو همون چیز دارم، یعنی اوکی نیستم. 2 رو نوید سیوش بدید بذار ببینیم فردا این 6 رو گردن بگیره بده بیرون، بازی تمام شد. گفتم به 4 اون روز گفتم تو وقتی مسیرت با 3-1 دیگه چرا 3 رو تارگت میکنی؟ تو چرا دیسلایک میدی؟ نو ای سرباز سرلشار تیم سار الان سیو بدید بذارید رو 10 6 و 7 بیاد با بازیکن شماره 10. خروج چاره حواسش نبود سیت دکی نشسته. تا شروع کردم حرف زدن دیده ای بابا یارا رو همه رو گرفت، دیست شد رفت ناامید شد. آره هفته بازی چالشه رو گرفتم تشکر کنم برای اینکه سرم سفید کردی، دست در نکنه. دکتر تبر نمیزنه، 6 و 7 میان بالا، هفته خروج میشه، سیو دکتر رو من میشینه. زیر 2 تا شهر هم هفته بازی که شکده 1 و 8 6 و 7 میان بالا، هفته خروجی میشه. رای نبینم زیر 6 و 7 میان بالا، هفته خروجی. دکتر تبر نزنه. بارمونی چه شد؟ بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. بیا چالش هم میده هفته بازی 6 هفته میاریم بالا. خب من 5 تا میشه 6 دارم خب، ولی میشم زیر اون هفته هم دیالوگ مافیایی باد میکنم. هفته بخونه شهر نکس کنم میره بیرون. گرفته چی شد؟ خوام به شهروندیت برسم دیگه. هفته بخونه شهر نکس کنم میره بیرون. تمام شد رفت. الان یه خود پشت هست که تو رای میکشم، یا بکش زیر شیشه یا بکش. ممنونم. نفر بعد. روند بازی یکشون 4 تارگت زده فقط گذاشتمش به فکت یار فروشی، عشقم کشیدم رای کشیدم زیرش دادمش بیرون. اینا داری تو مکنی بریم من فکت که رای کشیدی زیر شهروند. تو چه کار کردی دیروز بازی برای شهروند؟ نه تارگت زدی، بلند شدی گفتی فقط رای گیری نکن روند بازی. تو کجاش نشستی که سفید شدی توی بازی؟ فدای تو بشم. تو مال حرفا نیستی بتونی من اجماع کنی. من اگه مافیا باشم ایستاده میمیرم. اینا مال حرفا نیستی بخوای من اجماع کنی. من شهر بازی ام، ولی بازی بلند شده یه جوری خودش رو گم کرده انگار خب چی میای دفاع دیگه. رد خون یک بازی رو یادتون رفته، 3 و 4 بازی رو گفته بود و یادتون رفته. 9 بازی بلند شدی میگی 2 بازی بهت گفتم تارگت بزن، تارگت درسته. شما مگه گذاشتی نصف دک زده بود 2 بازی، 8 بازی به فکت بازی قبلی میگه 2 بازی. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. رضا رفت مثلا کارگاه استعلامشو داره بابا، بهونه داره میگه 8 بازی جدی فکت رو میشه، جدی فکت بعد بازی بعدی میگم میشه دیگه. در بازی هفته بره دیگه. ببین من چون تو رو شهر دارم میگم هفته بره، در بازی تمام شد و رفت. حالا ول کنید اینا رو. 8 بازی فکت تو میگم واقعا فکت رود میشه، جدی میگم. تو روز بلن 1 و 6 آدم فرداش میشد گفت تو من فکر کردم یکی خویارشه رأیم نداد. عجبا میگم میشه یعنی میشه بکش خواستی دادی میزنه. رای گیری شروع میشه. درخواست دادی جیانیس چطوری داداش؟ خوبی؟ خوش اومدی. مستن خانم خوش اومد. سید درخواست بازی دادی داداش؟ سید احمد بازیکن بعد. سری پس سید سری بازیکن بچه بعد. منتظرن. سری ران کن، بازی ما هم داره تمام میشه. اونورم بیایم سری بازی ران کنم، منم اونور بچه منتظرم. ریونیز مثلا بیاید رو مایکتون. سید برو سری خبر بگی ممرزا رو بگو بیاد. مرسی. نفر بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد.
هاشم داداش، میگم شاهین داداش خوش اومدی. پابلو عزیز خوش اومد. بچه‌ها یه 3-4 دقیقه بازیکنان شماره 6 و 7 میرن برای دفاعیه. بازی رو راه میکنیم. امیر حسین داداش بفهم رو مایک. بعد شاهین و پابلو. ببین جدی کاری ندارم اما چاره بعد آدم رو کنس میده. داشتم تبر میزدم ماشی دیگه به هر کی رای بدید منم خود رای میدم. تبر زدم دیگه میخواید بکشید رفت بکشید رفت من رای بدم. همین نکست تموم شد و رفت. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. روز بازی بازپرس بازی رو گردن گرفته، بعد امروز بازی اومده میگه تبر زدم. خب اینجوری باشه منم ناآگاه بودم خانم شماره 6. تو چه جرم من و تو توی روند بازی یکیه. چرا باید برم تو تعامل با اینا؟ چرا من باید برم میگه هر کی تعامل کنی؟ شما چرا نمیری؟ خودت چرا نمیری؟ اصلا من شهروند بازیم باید بمونم تو این شهر بازی. گرفتی؟ پس توی که همینجوری میری پشت دست قایم میشی، تو باید اجماع بشی. اینا اگه تپا نباشن اینا رو میفهمن. گرفتی؟ تو دیروز بازی جرم داداش ناموسن. خب سرمرم میریم برای رای گیری. بذار این چیزه ساعت 12 به بعد بهت زنگ میزنم. اوکی میکنم. من تا 12 شب دیگه چیزیم داداش، آنلاین واسه بازی ران کردنیم. بهت زنگ میزنم بعد چیزا. نفره بعد بیا بیزاره بیا. آرما خوش اومدی. بذار سیت 12 و 11 مایک بدن. بازیکن شماره 7 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. آبزوره حالا میذاریمت گاده 2 تو استریم میذاری. 5 تا رای آمد زیرم. خب فردا خب این نوره بکنن بیرون میان سراغت. حواست باشه. گرفتی؟ تو روند بازی سری سودا میزنی نمیذاری دیک بکنن ایستاده میمیرم. اینجوری بازی کنید. شهروند خوردم نوش جانم. نوش جانم. مافیا بودم شهروند خوردم. تاییدش الان میگیرم. بچه 2 دقیقه وایسید. شب میشه. زمان گروه مافیا. تیم مافیا بخوابه. گروه شهروند بیدار. یک روز دیگه شروع میشه. دیشب بازیکن شماره 10 از بازی خارج شد. رأی گیری برای استعلام وضعیت. همه بازیکنان یک دور صحبت میکنند. چالش هم میتونید بدید. واقعا که یعنی اگه دکتر داخل بازی هست واقعا واسهش متاسفم در سیو نداد. دهی شوملق کارگاه بود. عجب کلپسایی هستیم. ببین 5 شهر 2 هم شهره بین 3 و 9. یعنی واقعا جای دیگه من ذهنم نمیچرخه. جدی میگم یا 9 یا 3. احمد عظیمی میخوای تبر بزنی پشتی به من گفتی با اون یک چشوا کردی به اون یک رای دادم شهر بود. حالا میخوای به من بزنی شما لغ میخندی. ببین جدی بین 3 و 9 داشتم بر تبری میزدم روز اولی. بازیکن شماره 5 صحبت میکنه. بلند
بلند شد شهرش شد، گفت می‌خواستی به 3 شهر رای بدی، ولی خیلی تباهین. تازه این الان پخش هم میشه که مثلا ببین الان این استعلامتون برای چی بود؟ و یارو خودش داره میگه مافیا ها نمیدونم سوداگری کنید و چیشه بازی. برو بازی تمام نشد با من خداحافظی میکنم. آره برو اگه تمام نشد با من خداحافظی کنم. مافیای ذهنی منی، با همون هفته رای دادی به اون یکی، رای مرگم کشیدی. اون دوارم که 8 گردنش گرفت اومد تو باز. سپاسگزارم. نفر بعد. نگاه بازی اینا همیشه کنس زن رو خوردم، به زن رأی ندادم، گفتم رو ولش کن. تشکیه دیدم هفته زیاد مورد میزه، گفتم بزنم زیر هفته. نمیدونم چرا، ولی خانوم بعید میدونم اینقدر تبر باشی و خاطر همین بد رأی دادم. بعید میدونم اینقدر تبر باشی، با ولش کن، این نداره. من امروز زیر شما رأیشم خانوم. زیر کی بکشم؟ بزنم زیر عظیمی اش بکنه. میگم هرچی هست اینجاست، چون یار فروشی ریزی هست انجام شده، نمیدونم کدومتونید، نمیدونم حقیقتش. ولی من گفتم کنس زن رو همیشه خوردیم و ادامه هم خواهیم داد. نمیدونم عظیمی هم ممنونم. نفر بعد. ملقه 39 من مافیا باشم یارم رو واسه توی شهر بفروشم. من واسه تو یارم رو بفروشم. نه بازی تبر زدم ولی واسه تو یار نمیفروشم. من اگه تو شهر باشی من مافیا باشم. گرفتی منو میدید بیرون، رد خونم نه هست، پنجرم نمیخوام. ملکه یخی رو بذار گاده رد خونه من نه هست. الان آبجی زوده تام شد و رفت. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. ملکه یخی اسکرین رکورد چیه؟ دیسلایک چرا میدی؟ بیا رو مایک. با ببین 3 شهره، من شهر 9 بازی برو بیرون. 5 بازی ببین یه روز با دستتون بازی کردم، با یک بازی کردم به هر کی گفته رای دادم، با 10 بازی کردم به 7 بازی رای دادم. گوش کن دیسلایک نکن. یک امروز من با دست من بازی کن، این نوها رو بده بره بیرون. بیا چالشم بدم. یه برنامه هست اونو برات چیز کنم میفرستم یا بزنی تو گوگل. مانخ بال شد من مافیازی تموم حجم فیلم. خب نیکست کنم بده برم بیرون. اونو دانلود نوح از روز اول داره میزنه دو بازی هی فقط دنبال این میگه تارگت من ببینه کیه. یک امروز بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. بذار آبزوره قرار کرد فکر کنم. بذار یه دقیقه زنگ بزنم بهش. میدم یار فروش خانم. خود دلیلشو بهت گفتم یا تبری روز اولم رای دادی به همراه 4 به من. گفتم اگه تبری بکشم بازم داری نوع رو میزنی. بهتم گفتم بعید نمیقدر تبر باشی یا بازم داری میزنی نوع رو. نوع سفیده میرخاند سفید. بعدی کیه؟ فاطمه. میگم یار فروشی شده خانم، گوش نمیگیری. مشکلی خدا میگم تو 5 و 6 رو دارم میزنم. این کارو بکنه. بگرد دنبال یکی اشتباه گرفتی خانم. من شما رو دارم شما با قطعیت میگم بینتون یکیه. من 3 رو حقیقا خواهم سفیدم رأیم بهش ندادم. مرسی. نفر بعد. گوش کن شماره 9 بازی، مگه منو سفید نداری دیگه؟ به این 2 نزن. تو شو شهروند دیگه، باسپورس بازی. آقا ولش کن. جواب من 1 و 2 بازی کردم، 1 آوردم اومدم بالا. 82 رو زد اومد بالا. تو لایک نده، هر روز بلان داری این کدوم دیگه. تو میری بیرون رد خونه تو بذار سر همون نوع دیگه. چی شیشه رو خروجی میکنید رد خونش نوع بازیه. آره دست منو 50 رو شارژ میکنید واسه این شیشه. بازیکن میره بعد. بیرون رد خون میذاره. یه تبر نزن، دارم مافیای سومتون میگم اینا بده بره بیرون. بازی تموم نشد نیکس کنم خودم میرم بیرون. داره میگه یار فروشی شده. 4 مگه مافیا نبود؟ 4 مگه مافیا نبود؟ خب مافیا بوده. میگی به من 4 رأی داده. بازیکن شماره 9 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. خود
خب به نظر میرسه بازی به پایان رسید.